سوال دیگری که در اینجا آمده است، گفتن به نماز ما کافر گفتن میتونیم یا نمیتونیم؟ برادرای عزیز، خیلی مسئله مهمه. آدم به نماز کافر گفتن میشود یا نه؟ بازی در همین دستی من متنی 1 2 3 4 5 تا متن عقیده مثل فقه اکبر از ابو حنیفه، متن عقیده امام طحاوی، عقیده عزدیه میگیم یا متن مولا جلال میگیم، خیلی داملا میدانند، عقیده نصفی میگیم و کتابی وصیت. بینین در همین ها وقتی من نگاه کردم برادر عزیز، بیا من عبارهاش برای شما خانم. خب یکم فقه اکبری جناب امام ابو حنیفه میگه ولا نذکر احدا من الصحابه الا بخیر. ما تمام صحابه پیغمبر همشه به نیکی یاد میکنیم، در راست هیچ کدام صحابه پیغمبر ما برادرای عزیز گمانی بد نداریم. ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيره اذا لم يستحلها. جناب ابو حنیفه گفتند که ما هیچ مسلمان را به سبب انجام دادن گناه، اگرچه گناه کبیر هم که باشد، تا زمانی که او را حلال نشمارد او را ما کافر گفتن نمیتونیم. یعنی اگر انسانی که گناه میکند و همو گناه را همچون گناه اعتقاد دارد، مثل که می نوشد ولی اعتقادش بر همیه که همین نوشابه مسکننده حرامه، اینجا گناهگار می شود و کافر نه. یا زنا میکند و لیکن زنا را همچون گناه میداند، نه اینکه مثال حلالش نمیشمارد، زیرا حلال شمارید میگه و از دین بیگانه میشود، زیرا در مقابل آیت قرآن است. الان اینجا برادر عزیز نازکیاش همینه. بعد ولا نزیل عنه اسم الایمان، آن کسی که مرتکب یا انجام دهنده گناه کبیره باشد، گناه کلام، ما او را میگه از نام مؤمنی خط زده نمیتونیم که بگیم تمامی مادام گناه کرد یه از ایمان خارج شد، میگه یه حق ما نداره. و نسمیه مؤمنا حقیقتا، ما ابو حنیفه میگه کسی گناه کبیره هم که کند او را همچه یک مؤمن حقانی میشماریم، فقط مؤمنی گناهگار میدانیمش لیکن مؤمن است. و یجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر، میشود که او را مؤمن فاسق بگن نه کافر. کافر گفتند حق نداریم برادر. دوامش میگه و صلات خلف کل بر و فاجر من المؤمنین جائزون، از پشت هر یک آدمی نیک و بد میگن نمازتان خانه باشد خوابت باشد جایز ای نمازاتون درست میشود. ولا نقول این المؤمنین لا یضرهم الذنوب و انه لا يدخل النار. ببین میگه که ما نمیگوییم که نفری که در گناه مبتلا می شود گناه با او ضرر نمی رساند، نه گناه با او ضرر می رساند. میگه یعنی میگه وقتی که ما آدم مرتکب گناه را میگیم از ایمان خارج نمی شود، معنای را ندارد که ما رخصت شدیم که برای گناه کن، بلکه گناه میگه با او زیان و ضرر میاره. انه ولا انه یخلد فیها و این کان فاسقا بعد ان یخرج من الدنیا مؤمنا. یعنی امکان دارد برادر عزیز که با همان گناه های کردگیش این عذاب الهی را میچشد
ولی میگه جاویدان در همون آتش جهنم نمیماند. به خاطر که وی ایمان داشت، اسلام داشت، وی روز از روزها می شود که از عذاب الله مهربان خلاص می شود. این یک مسئله، این یکی از مقصد متنای کن. دیگر عقیده امام نصفی: والکبیرة لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخله فی الکفر. امام نصفی که عقیدهش را میاره میگه گناه کبیره بنده مؤمن از ایمان خارج نمیکنه و او را داخلی در کفر هم نمیکنه. والله تعالی لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر. بین در دام متن میآید میگه الله مهربان مغفرت نمیکند انسان وقتی که شرک با او میارد و مغفرت میکند ما غیر شرک را از برای هر یک شخصی که خواهد، خواه گناه کلان باشد خواه گناه خرد باشد. در دوامش میگه و یجوز العقاب علی الصغیرة والعفو عن الکبیرة. جایز است میگه که الله به گناه خردم عذابت کنه، یا جایز است امکان دارد که الله مهربان همون گناه کبیرت هم عفو کنه، بخشش کنه. اذا لم یکن من استحلال و استحلال و کفر. مادامی که میگه همون گناه ها را شما حلال نشمارین، زیرا حلال شماریدنش آدم از دین بیرون میکنه. این امام نصفی بود. این جناب عقیده عزدیه مشهور به متن مولا جلاله میگه ولا یخلد المسلم صاحب الكبیره فی النار بل یخرج آخرا الى الجنه تفضلا لا وجوبا والعفو عن الصغائر والكبائر بلا توبه جائز. جناب انا مولا جلال چی گفتن؟ گفتن که مسلمان اگر چنده که گناه های کلان هم که انجام داده باشد، این آدم گفتن ابدی در آتش جهنم نمیماند، بلکه این از آتش جهنم خلاص می شود و به سوی جنت می آید. این از رحمت و فضل الهی است. گفت و گفت که امکان دارد که خدای مهربان گناه های کلان و خردی بنده شد عفو کند، بخشد. عقیده امام طحاوی خیلی عقیده مشهوره و میگن ولا نکفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله. جناب امام طحاوی میگه که ما هر نفری که از اهل قبله باشد، طرف قبله نماز خواند، گناهی را که حلال نمیشمارد حکمی به کفر کردن حق نداریم. ما نمیتونیم که وی کافر گوییم و نمیگوییم که ولا یضر مع الایمان ذنب لمن عمله و نمیگوییم که گناهی که این انسان میکند یا گناهی را که این انسان مقصد انجام میتید در ایمان این آدم ضرر نیارد. یعنی حتما مقصد در ایمانش، در عقیدهش گناه اصلا میگه زیان میته، ضرر میته، لیکن به سبب مرتکب شدن گناه آدم کافر شود، میگه اینش میگه یعنی هیچ وقت این عقیده را قبول نکنیم. میگه اینجا در یک چند دلیل های دیگر هم در این کتاب آوردن که میگه بین الله مهربان گفته است یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. میگه کسانی که ایمان آورده درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است. یعنی یک کسی که اگر کشتن او میگه بر شما فرض است و قصاص تنها بر قاتل واجب میشود که عمدن کسی را کشتنش منع شده است، کشته است. یعنی یک آدم قصدن یک کس میکشد در عوضش میکشن، لیکن میگه بینیم با وجود همینه که و یک نفر کشت است، یعنی گناه کبیره کرده است، گناه کلان کرده است، با الله مهربان در اول آیت او را همچو یک با نام مؤمن میخواند یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ایمان داری،
یعنی ای کسی که ایمان داری و این کار کردی، یعنی با سبب قتل کردگیش حتی آدم یعنی بین که از الله را همچون مؤمن میخونه، نمیگه یا ایها الذین کفروا، نمیگه ای کسی که کافر شدی، بلکه آمنو میگه الله مهربان. دیگر بین یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا. بین وقتی که انسان گناه میکنه که توبه میکنه، خدا میگه ای کسانی که گناه کردین توبه کنین به سوی الله مهربان. ای کسانی که ایمان بینین، ای کسانی که ایمان دارین وقتی گناه کردین توبه کنین، یعنی به سبب گناه کردن تان شما توبه کنین تا توبه گناه شما را نابود میکنه. یعنی معنی را ندارد که انسان گناه کرد و در حال کافر میشود. حدیثی که جناب امام بخاری و امام مسلم میارد، میگه ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. کسی اگر گوید لا اله الا الله بعد از آن مرد، او میگه داخل جنت میشود. میگه همین زمان ابوذر غفاری صحابه پیغمبر گفت که و این زن و این سرقه اگر زنا کند دزدی کند چی؟ یکی یک همین کلمه را میگه، گفت و این زن و این سرقه اگر زنا هم کند دزدی هم که کند، مادامی که لا اله الا الله میگه او داخل جنت میشود. یعنی با این گناهاش حتما پیش الله جواب میگه. لیکن گپ در سر این میرود که برادرای عزیز که با سبب گناه کردنم یعنی ما حکم به کفر کسی را دادن نمیتونیم. علی خصوص آدمی هم که نمازش هم ترک کند، او را ما میگیم که یعنی نعمت از نعمتهای الهی را ترک کرد و او مرتکب گناه در پیش الله مهربان شد. یعنی به سبب ترک نماز یا به سبب انجام دادن گناه کلان انسان کافر نمی شود، ولی گناه حتما در ایمانش در عقیدهش بین یعنی بر او زیان داره، ضرر داره، در عوضش الله خواه میبخشش خواه عذابش میده، لیکن او را کافر گفتن حق نداره.